زیارت دیگه در غیب و علم الله که در خدای مهربان ما شما است. نظر در گفتار و تا بعض تاریخ‌هایی که در دمینیچیان میشه 800 سال 8.5 سال تقریبا میشه. این دولت مولتی وقت نبوده دیگه. خدا میدانه که کدام مخلوق بوده. 800 سال پیش فکر کو 80 پوست مات شده اینالی و در خدا معلوم است که کدام دولت جور کرد. این دولت ها که نکده. بلول دانا یک فقیر آدم عاجز آدم و شب روز خود در طاعت و بندگی خدا تر میکرد. در کار دنیایی قطعی دست نزده که خوبش یا بدش. عمر خود در طاعت و بندگی خداوند کریم و رحیم تر کرده که نیتا گنبه سرش بسته شده. ایتا مرد خدا بوده که در اینجا برسی به امر خدا که نیت صاف داشته باشه، دیانت صاف باشه. اینجا که برسی که می دعا کنی به امر خدا کامیابم است. خود ما که از پدرم اینجا خدمتگار هستیم. نعمت که ضعیف شدیم بچگی های خدا خود نبودیم. در بعد از یک 50 سال میشه که من اینجا هستم. چیزی که ولایت افغانستان است که ما حتی از پاکستان، ایران و ترکیه و از اونجا میادم. این مقبرهای دیگه در دوران امان الله خانه که امان الله خان افغانستان از چنگ انگلیس ها آزاد کرد. این همون شهیدای سابقه امان الله خان است که همشون هم شهید سمغازی که خدمت کردن 100 سال 120 سال 130 سال پیش. در اینجا بلول دانا اولاده نداشته. مجرد از دنیا رفته اولادش نمانده دیگه. کس نمانده از بلول داناست. خود مناره در تای سلطان عبدالرزاق که از پدر سلطان محمود که است. اینجا یک دو دانه منار است. از منار شوتر یک زیارت است به نام زیارت القم که ناسه سلطان محمود غزنوی است. منار که اول جور کرد به نام فضل رحمان از خود غزنی یک استاد جور کرد. منار اوله از این طرف سن کابل که می اول منار دوم که شاگردش جور کرد. وقتی که سلطان محمود خود زنده بود ایره جور کرده بودن. خانه بوده که اینجا زندگی بوده، زندگی مردم بوده. اوضاعش هم از منطقه روضه بود که به نام زیارت القم اینجا باغ داشتن. اونجا می رفتن. مردمای خیلی خوب، مردمای قوی بودن. ولی حاضر هم که می دولت ما خاکای زور پس مونه می استخونایش برو میشه. در می غزنی تاریخ غزنی که است که نمی دو دانه منار است. منار از خشت پخته جور شده. منار خیلی یک نقش و نگار جور شده. سلطان محمود غزنوی همی دو دانه منار که جور کرده به غزنی یک نشانی مونده. بالترش که از بلول صاحب دانا است. بلول صاحب دانا همزی خود ولایت غزنی که است. سلطان محمود غزنوی خو از ترک است. خواجه برقار غزنوی که است از بخارای شریف است که یا سلطان خواجه برقار صاحب که یک چند برادر است. در هر زیر پای برادراش که است که او سوی شیرین است که یکیش به نام خواجه برقار صاحب است، یکیش به نام خواجه غرانبان شریف است که او در وردک است، یکیش به نام خواجه انگور صاحب است که در منطقه چرخ لوگر به نام خروار به نام خواجه انگور که مگه در کلگش زیر پای شو مایا. یکی دیگه اش که است به نام خواجه غلطان شریف است، یکی دیگه اش که است به نام خواجه انصاری صاحب است، یکی دیگه به نام خواجه غلطان است. اون که است در زیر پایش اومده سر کوست. اینا لازم یک را که آماده از خود زیارت کلاه سوس تو رو زیارت البیرونی صاحب آماده از البیرونی صاحب در تایپای منارا آماده از تایپای منارا وزیرم جور کردن کلگش سنگکاری کردن همون مثل سابقه اوری که همون چیزایی بوده مثل اونم زوری جور کردن ایره وزرا آماده از تایپای منارا در زیارت القم صاحب از زیارت القم صاحب در سلطان محمود غزنوی آماده. سلطان محمود غزنوی که با سلطان محمود بچکن که مگن پدرش هم اینجا است خودشون والی حاضر کردم شهر غزنی که از در فصیح خو یک پاچاه بوده بخش کلگی مردم معلوم است که سلطان محمود بچکن مگنیره. این خو این تر بود که به نام غزنی اول غزنی بود آزی غزنی شد. آزی را سلطان محمود غزنوی که جور کرد این منارا را گفته که امام اینجا باشه گفته یک معلومات باشه که نیو غزنی سینی منار است. در بین از این منار یک خیلی لوکس مسجد است. خو وقتی که غرغر غزنی شده اما مسجد هم گم شده. خیلی یک مسجد قشنگ و زیبا بوده یا این سلطان محمود غزنوی جور کرد این منارا را. دروازه است کان دروازه هم از سرش یک خوب ورسی مانده
آدم بالا میشه در سرش بالا میتونه. او برای معلومات است که نال حاضر زیارت سلطان محمود معلوم شوه، زیارت انا بخشت بگم که زیارت روانی صاحب معلوم میشه از اون مناره. شهر غزنی شهر تمدن، شهر حکیم صناعی سلطان محمود غزنوی و بلولجان که مردم دوست داره شهر تمدن از دل جان. در زمانی که تیر میشد به هوا تخت سلیمان، باز پیش حکیم صناعی میشد پایان. همه چیز از حکیم صناعی میکرد پرسان. حکیم صناعی سلطان محمود غزنوی بلول دانا کلش اولیای شهر غزنی شهر تمدن. شهر تمدنی که شناخته می شود از روی ازمی دوستای خدا، اولیاها، اولیا تاج اولیا، ختم اولیا. اینا 99 اولیا در غزنی یک کم و زیاد. اگر یک اولیا دیگه می بود شاید که مکه معظمه به غزنی می شد. اینا در شهر غزنی بابولق سب از مقر نامد و گو می آمد باز به امر خدا اینجا شهر غزنی که بود شهر مکه می شد. اینجا این یک اولیا کم شد. سلطان محمود غزنوی یک شخص بود. سلطان محمود غزنوی یک شخص بود که سومنات شکستانده به نام بتشکن است. سلطان محمود غزنوی بتشکن است، فرزند خوانده رسول خدا است. سلطان محمود غزنوی چندین وار غزا کرده، 7 وار 9 وار حمله برده سر هندوستان، سومنات شکستان. باز دو وقت بطاره که شکستان که آورد اینجا باز نام ازی شد سلطان محمود غزنوی بتشکن. سلطان محمود غزنوی که هزاران غلام داشت، عشقش چنین گرفت که غلام شد. شمشیر به کف دستش وارد میدان شد، همه کفر جهان از او گریزان شد. سلطان محمود غزنوی پایتختش به شهر خراسان، غزنین شهر خراسان شد. به نام سابقش خراسان بود، به پایتختش در غزنی زیر مناره. مناره سلطان محمود غزنوی که سن سلطان محمود غزنوی او 1035 سال از پایتختش تیر شده. مناره یک یادگار سلطان محمود غزنوی که یک یادگار که اینجا پایتخت بوده. مناره با نوشته‌های کوفه‌ای کلش با حالت شکست مواجه است. بالسار غزنی هر که آمد برادر فامیلی نکد پرسان. حکیم صاحب یک چیز گفته، یک شعر گفته به روز سختی چون بزمایان یار را، گر مطلبی برآمد با آتش بیسوزان چونین خار را. حکیم صناعی صاحب یک وقتی اوبا می آمد در شهر غزنی، وقتی که اوبا می آمد باز اینجا برادر فامیلی حکیم صناعی صاحب توغای زیر که میکشیدن توغ سلطان محمود غزنوی را، بلول دانا را، حکیم صناعی صاحب، تاج اولیا، ختم اولیا، جم اولیا، سید حسن آقایا توغای زیر که میکشیدن باز می 4 دوباره غزنی که میگشتاندن. باز دو زمان برادر می اوبا رفع میشد. دیگه حکیم صناعی صاحب تاریخ‌های خیلی کلان، خیلی وقت یک مرد معروف، یک مرد با همت، یک مرد که لقمان بوده. دیگه حکیم صناعی صاحب تعریفش بسیار زیاد است. برف آمد بسیار، یک قوم به نام چکنم گفت شو یک مردکه بود، امی یک گاوی را کشتک، ایرا حلال کرد. قدیم طفلای خود امی بچهای جوان داشت، گفت امی چیزا را جارو کنین، برف پاک کنین. گفت امی زیر مناره که اینجا کلش خانه بوده، جای بوده، از گفتای سابقا گفته که می برف جارو کردن، پاک کردن تا صبح. گفته که می غرغزنی شد، امی برف کلی که مردم پایین زیر رفت، فرو رفت که فعلا آسرایزو کشیده میشه و آسرایزو هستن و سغنایشان امی مردم کلشان در یک شب تا صبح می برف میره غرغزی که میگن به نام غرغزی، امو حساب غرغزی دمو وقت است. و بینی کویبات که میگن اینجا به نام کویبات که میگه اینجا یک آسیه بوده، آسیه بادی به نام که سلطان محمود غزنوی سومنات شکستان دک بادی اینجا که آمدک. اینجا می بوتار دم اینجا آسیه بادی بود، را آرد کرد که عالم در سر مرقب زید مسنگای کوفه‌ای نوشته در سر مرقب خودش ماندگی است. اصل نام غزنی که است به خراسان به سابقا به نام عروس البلاد میگه. پشته چونگل میگه که در پشته چونگل بلول دانا و دوستای خداست. این پشتایی که بلول دانا دفن است به نام پشته چونگل یاد میشه. پشته چونگل که دوستای خدا، اولیای خدا. در سابقا که یاد خودم میاد در شهر غزنی سینما را کسی چالان نمیتونست، ماشینایش در میگرفت، آتش میگرفت. این شهر غزنی
یک شهر تاریخی، شهر تمدن، شهر اولیاست. این شهر مگه هرات جای اولیا، غزنی خاک اولیا. این شهر اولیا که از فهمیدید که قدرش ما شما بدانیم، قیمتش بدانیم، اینش که سلطان محمود غزنوی یا کدام کسی نبوده که اینجا ما جای گرفته اید قریه روضه سلطان که میگه برای روضه سلطان مگه یا روضه رضوان است یا روضه سلطان است. با سلطان محمود که در جنگ تاریکستان هم میرفت دیگه بچه های 18 و 20 جمع کردن در کمر رک رسید. سلطان محمود گفت شما بخش ما از ریگ رسپان جور کنین. اینجا یک نجار بود، دو بچه در صندوق انداخته بود، بچه را برده بود خطی خود در کمر را بود. پدرش گفت چه گپ است؟ گفت سلطان صاحب اینی تر مگه. گفت تو بچه آسون است. گفت چه رقم از ریگ رسپان جور میشه پدر؟ گفت اون آسون است نه. گفت یک پلسترش تو بباف که ما لوک ما این نبافیم. گفت تو بافتن نمیتونه، بازی گپ از یادش مره. بازیا که صبح آمدن پیش سلطان صاحب گفت که تو صاحب یک پلسترش بباف دیگه ما موافقیم نمو در جور نیم. گفت خیر باشه و یک روز دیگه در دم تاریکستان که رسید گفت اگر من در تاریکستان شکست بخورم طور مثال چی کنم، اگر من کامیاب شم چی کنم. گیرم گفت اول بخش ما بیارین. بازی هر دو بچه آمد پیش پدر خود گفت که پدر اینی تر گپ است. گفت بچه این آسان است. گفت یک دانه اسب مادیان را پیدا کنه کره شده خراسان بله و خود تاریکستان بره او در بوی کره خود پس خراسان میاد. با سلطان محمود گفت بچیم راستتون بگین که شمار سفید و کوانسال کیست. گفت حالا ما پدر ما دق میورد، ما پدر خود قد خود آورده ایم. بدون بود که در تاریکستان جنگ کردن حالا در پشتون در نظرش مخالنده در پوچه بلول در تاریکستان خوری ایره وگوره. این که خوری ایره خاک سیاه از تاریکستان آوردن و با دو فتح تاریکستان شد. بعد از اونجا تا به عراق و تا به ایران و تا به اینجا را کلگیش در 7 اقلیم در تصرف سلطان محمود شد. بعد اونم در قره اون سودا کرده و مردم گرفته و مردم گرفته این حال این نمیقه جایی که بخش ما شما مونده دیگه خلاص. چه بلول صاحب که از سادات است نمیدونی که در نظمش مخورن ز نسل خواجه غارم عزیزان میانه جایلان خارم هزاران گنجستیم و زردارم نسبی این میراث را از پدر دارم نسبی. یه از پدر نسبی از نسل خواجه غار که غار ثور مکه را مگه که از شب پیغمبر اجرت کرد سن مدینه منوره میرفت شب در غار ثور بود. یه از اون نسل است. بلول صاحب در ملای گوکشی نمیرفت. 7 توخ کشیده میشد با 7 توخ بود بدرون دید با یک دیگه هم از موی مبارک میشد که شب 8 موی مبارک پیش بود. حکیم صاحب پشت سرش بود با 7 توخ از علی لالا صاحب بود، از اربابا صاحب بود، از بلول صاحب بود و سلطان محمود غزنوی بود و اول سنایی صاحب بود، دویم سلطان صاحب بود. اینمی تر کلگیشون بلول صاحب بود، اربابا صاحب بود، علی لالا صاحب بود، خوجلی نیسار بود. اینمیا کلگیش 7 توخ و یک وقتی که مرض میامد در غزنی به نام اوبا یک بار نام اوبا ما در غزنی با دمو مرض دواش ترب و تربوز شد. تربه که مخوردن تربوز هم مخوردن مرض دیگه فضل خدا گم میشد. یک اوبا از او اوبا دیگه پیشترش که بود دیگه زمین جرم کردن خیلی خلق دو تباشروش یادمون نمیاد پیش بوده او دیگه نمی 3-4 اوبایی که بوده که پس و پیش که ما یادمون میاد. په ډېرې مننې سره قدرمنو لیدونکو چې خپرونه مو د افغانستان پیژندنه خپرونه مو تر دې مهاله را سره وکتله. هیله ده چې د خپرونې څخه مو خوند اخیستی وي، خپرونه تاسو ته مثبته تمامه شوې وي. تر بیا او بلې خپرونې چې زه حسیب الله امیري ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی او بښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.